ام، سلام به همه. برنامه دوشنبه شب خانه ایران امشب من خیلی خوشحال هستم که آقای دکتر مارکو دعوت من دوباره قبول کردن و سیمپلی ایشون آرشیتکت هستند برای نگهداری ساختمان های تاریخی که بیشترش روی کارهای ساختمانهای اسلامیک و ارمنی هستش. ام، کارشون رو از آرکئولوژی توی مونیخ شروع کردن و بعد به پاریس و بالاخره به روم رفتن. توی ایتالیا اسپشیالیتیشون رو گرفتن و در بعد وارد دانشگاه تدریس دانشگاه شدن و از اونجا به ایران رفتن و رئیس دانشکده آرشیتکتی دانشگاه ملی تهران بودند. کارهای مهمی که کردن خیلی تعدادش زیاده، حدود 300 تا پراجکت تو دنیا رو انجام دادن و ترمیم کردن، ولی از کارهای مهمشون که ما راجبش صحبت هم کردیم اینجا یه بار، ام، مسجد قزوین هست، ساوه و سلطانیه زنجان که بسیار قشنگ و جالب بود. ایشون در دانشگاه های UCLA، MIT، یونیورسیتی آف پنسیلوانیا، نیویورک، هاروارد، لندن، میلان و ونیز راجع به کارشون صحبت کردن و از سال 1983 مقیم لس آنجلس هستن و با UCLA کار میکنن. همطور که گفتم حدود 300 پراجکت دور دنیا رو انجام دادن. خیلی ممنون دکتر مارکو، متشکرم که دعوت من رو قبول کردین و شیر اسکرین باز هستش براتون. بفرمایید. خیلی خیلی متشکر. خیلی خیلی متشکر. قدس جون، فقط یه توصیه کوچیکی بکنم. من رئیس دانشکده معماری در دانشگاه ملی نبودم، فقط معاون رئیس دانشکده بودم، نه که رئیس دانشکده. ولی خب بقیه چیزایی که گفتین درست بود. در هر حال خیلی خیلی متشکر از دعوت و خیلی هم خوشحالم، افتخار دارم که در جمع این دوستان هستم. و یکی از دلایلی که وقتی که با دکتر مدنی صحبت میکردیم این بود که تبریز رو همه میشناسن ولی نمیشناسن، و در حال حاضر یک برنامه بزرگ بین المللی هم هست که در مورد تبریز داره انجام میشه، که یه مطالعاتی در مورد تبریز در حال انجام هست، که به صورتی من هم در اونجا شرکت میکنم و فرصتی بود که در مورد یه چیزایی که معمولا در مورد تبریز صحبت نمیشه امروز این صحبت ها رو انجام بدیم. حالا من طبق معمول وقتی که این صحبت های دانشگاهی یا این مثلا پادکست های مختلف که انجام میدیم همیشه هم جنجالیه، یه چیزایی گاهی گداری آدم میگه که بعضی دوست ندارم گوش کنن، ولی حقیقت اینه که این شهری که یکی از مهمترین، حتی احتمالا مهمترین شهر ایران هست، اصولا شناخته شده نیست. ولی طبیعتا در مورد هر شهری آدم، هر کشوری، هر مرکز یک کشوری مثل ایران میتونه ساعتها آدم صحبت بکنه. ولی باز طبیعتا در این چارچوب من خودمونو محدود میکنیم به تبریز، در دوران به حساب طلایی تبریز که در زمان ایلخانان به وجود اومده. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم طبیعتا باید از یک راهی برسیم که تاریخاً برسیم به تبریز. از نظر جغرافیایی خب همه جای تبریز رو میدونن، از نظر سوق الجیشی یک جای بسیار خیلی مهمی وجود داره که روی شاهراهایی هست که از ایران میده به طرف قفقاز و روسیه و از طریق ترکیه باز به اروپا، یا از طریق عراق و سوریه باز به دریای مدیترانه. حالا از نظر تاریخی این بحث من نیست، فقط بهش اشاره میکنم.
تبریز حدود 3000 سال تاریخ داره، اما در قرن هشتم قبل از میلاد یه شهرک خیلی کوچولویی بوده. از قرن دهم به بعده که یک مقدار این شهر اهمیت پیدا میکنه و از نظر تجاری هم ذکر میشه. بعدا در زمان مغول هست که حقیقتا این شهر به یک شهر بزرگی تبدیل میشه. طبیعتا در زمان پهلوی و بعد از انقلاب هم این یکی از بزرگترین شهرهای ایران هست. البته همه میدونن تبریز در روی جاده ابریشم بود و دوستان ما هم اونجا خیلی رفتن. خیلی در مورد این گزارش های مختلف، نوشته های مختلف هست. و البته این شهر برای اینکه یک مرکز تجاری در شاهراه در این جاده ابریشم باشه، میبایستی که یک امکاناتی رو آماده داشت و این برای تجار و مسافرین مختلف. طبیعتا اولین چیزی که اینجا مطرح هست اینه که از قرن دهم بازار تبریز که یکی از بزرگترین و معروفترین بازارهای دنیا هست و در ثبت آثار میراث‌های فرهنگی بین‌المللی ثبت شده، یکیش بازار تبریز هست که در مورد این بنده صحبت نخواهم کرد، به علت اینکه دکتر قدیری که اونجا مرمت هم کرده یک سخنرانی خیلی جالبی داشتن چند وقت پیش، پس دیگه تکرار مکررات نکنم و پامم از گلیم بیرون نگذارم، به علت که ایشون خیلی از من بیشتر در این مورد اطلاعات دارن. حالا از این که رد بشیم، چند ساختمان در تبریز خیلی مهمه، خیلی آشنان، همه تبریز رو با این ساختمان ها میشناسن. یکی اون چیزی که به عنوان ارک الیشا معروفه که اصلا ارکم نیست بلکه مسجد بوده. یکی مسجد کبوت هست که مسجد مظفریه هم معروف هست که از زمان آقا قیونلو حضور حسن اینا رو درست کردن. بعدا در زمان در سالهای بعد مرمت مختلف شده. بله، پس از آثار باستانی مهم تبریزه. چند ساختمان زمان صفوی در تبریز هست، ولی نهایتا نه بسیار زیاد. در زمان قاجار هم بعدا ساختمان‌های مختلفی در این شهر ساخته میشه، به علت که این مرکز به حساب شاه آینده ایران بود و همیشه یک شهر بسیار شهر دوم ایران بود و در زمان قاجار هم ساختمان‌های بسیار مختلفی یا ترمیم میشه یا از نو ساخته میشه. این ساختمان از نظر ساختمان صفوی هست، ولی از نظر آه، آه، معماری ممکنه اهمیت زیادی نداشته باشه، ولی من اینو خواستم نشون بدم به علت اینکه این ساختمان که به عنوان ساختمان مقبره دو کمال معروف هست، دو تا از اشخاص بسیار معروفه که در تبریز کار کردن اونجا به حساب دفن شدن. یکی کمال خوجندی که از شاعران معروف قرن چهاردهم هست و دوم کمال الدین بهزاد، احتمالا معروفترین و بزرگترین مینیاتوریست اسلامی در دنیا. اون چه که کمتر در مورد صحبت میشه در مورد تبریز اینه که تبریز همیشه باز یک مرکز مسیحیت بوده. این از زمان بیزانس، امپراتوری بیزانس قبل از عثمان ها همیشه در تبریز نمایندگی داشتند و در سالها و قرنهای بعد خصوصا در دوران ایلخانی اکثر فرقه های مختلف کاتولیک واتیکان در تبریز کلیسا داشتند و همکاری های زیادی میکردند. بعدا هم یک کلیسای بسیار بزرگ در نزدیک سلطانیه ساخته شد. اما طبیعتا در مسیحیانی که در تبریز همیشه زیاد بودن یا امروز هم تا حدی باز وجود دارن، آشوری ها و ارامنه هستند. این عکس ها خواستم نشون بدم. این کلیسای آشوری تبریز هست که در یک مقطع زمانی این صلیب رو در آورده بودن، بدون صلیب مونده بود، ولی اخیرا باز اجازه دادن این صلیب رو آوردن گذاشتن سر جاش.
ارامنه از قدیم میشه گفت در روزهای اول مسیحیت در تبریز وجود داشته. کلیسا و مدارسی که ارامنه در تبریز داشتن و هنوز هم وجود دارن بسیار مهم هستند و ساختمان کلیسای ارامنه تبریز مال قرن 12 که البته مکررن این بازسازی شده در زمان قاجار و صفویه، یعنی در هر حال آه، ساختمان جدیدی هست. اما اونچه که برای شخصی مثل من مطرح است اینه که همین، یعنی مهمترین شهر ایران همه 5 6 تا آثار باستانی رو داره. آخه چجوری ممکنه که یک شهری به این اهمیت همه 5 6 تا آثار باستانی مهم رو داشته باشه؟ البته تبریز به علتهای مختلف هنوز اهمیت خودشو داره، ولی خب این بحث صحبت امروز من نیست. ولی در زمان مشروطیت خب طبیعتا تبریز یکی از جاهای بسیار مهم ایران بود. از نظر فرهنگی مینیاتوریستا، شاعرها، نویسنده های بسیار مشهور از در 10 قرن گذشته از تبریز به وجود اومدن، در اونجا کار کردن. از نظر کارهای دستی، فرشای تبریز، کارهای هنرهای سنتی، کارهای دستی، این همیشه هنوز در تبریز این ادامه داره. ولی اون چیزی که برای شخص من خیلی اهمیت داره خورد و خوراک تبریزی که دیگه دستم بهش نمیرسه. ولی در مورد همه این مسائل میشه صحبت کرد، ولی خب طبیعتا زمان ما محدوده و ما سعی خواهیم کرد در 1 ساعت آینده به اون بخشی از صحبت ما برسیم که اصل قضیه صحبت ما امروز هست. در زمان پهلوی باز مقدار زیادی در تبریز ساختمان های مختلف ساخته میشه و باز یک شهر مهمی بوده. ولی امروز وقتی به منظره سیمای تبریز نگاه بکنیم، یکی از شهرهای چجوری بگم بین المللی یا ایرانی معمولی شهرهای بزرگی هست که اکثرا آسمان خراش‌های در جاهای مختلف وجود داره و حقیقتا اون اهمیت خودشو از دست داده. حالا من سوالی که برای من مطرح هست اینه که یه شهری که از قرن 8 تا دوران صفوی پایتخت ایران بوده، در زمان قاجار هم دومین پایتخت یعنی ایران بوده، یعنی دومین مهمترین شهر ایران بوده و حتی در زمان فتحعلی شاه از از اصفهان و تهران هم جمعیت بیشتر داشته، چگونه امروز یک شهری شده در حد کرج؟ یعنی امروز اگر نکنه از شیراز کوچکتره، جمعیتش کوچکتره، کما اینکه این از نظر اه، جای خود از جغرافیایی خود تبریز جای خیلی مهمه و سرمایه گذاری های زیادی هم شدن. ولی عملا امروز 5مین شهر بزرگ ایران یا ممکنه 6مین شهر بزرگ ایران باشه. حالا مسئله دومی که مطرح هست اینه که آثار باستانی فرهنگی، میراث فرهنگی تبریز اصولا کم شناخته شدن. حالا دلایل مختلفی داره. یکیش زلزله که ربطی به انسان نداره، ولی این منطقه تبریز یکی از مناطق بسیار زلزله خیز ایران هست و یه خطی هم مثل لس آنجلس از وسطش رد میشه که باعث شده در طول سالهای مختلف و این نوشته ها مدارک تاریخی وجود دارن که از قرن 9 تا چند سال پیش چند زلزله بزرگ تقریبا این شهر رو نابود کرده، بیشتر از نصف جمعیت از بین رفته، اکثر ساختمان ها از بین رفتن. حالا فقط به عنوان یک نمونه به علت اینکه از وقت صرفه جویی کنیم، همین مسجد کبود معروف بعد از زلزله 1721 به این صورت بود. یعنی این چیزی از این ساختمان باقی نمونده بود و بعدا بازسازی شد. مسئله دومی که باعث تحولات منفی در تبریز شده مسئله جنگ. باز به علت اه، اهمیت محلی، نظامی و تجاری تبریز، همیشه در
دور و بر تبریز جنگ بوده، حتی اگر ایرانیا دخالت نداشتن. یعنی روسا با عثمانا می جنگیدن ولی در تبریز می جنگیدن، ضررش به ما می رسید. اولین حمله های بزرگی که به تبریز میشه و باعث خرابی تبریز میشه، از گرجستان شروع میشه در سالهای اول قرن سیزدهم. دلیلش هم این بود که شهر آنی که یک چند مدتی هم پایتختش ارمنستان بود، مال گرجستان بود و مقدار زیادی از اعراب، مقدار حدود 15,000 20,000 نفر مسیحی رو در آنی قتل عام میکنن. گرجستان هم حمله میکنه به تبریز و حتی به زنجان و قزوین هم میره و مقدار زیادی از افراد اون شهر رو قتل عام میکنن و ساختمانهای مذهبی رو از بین میبرن، تا اینکه میرسیم به دوران ایلخانی که طبیعتا یک فصل جدیدی در تاریخ آه، تبریز به وجود میاره که هم صلح و آرامش و هم از نظر اقتصادی و تجاری یک پریود بسیار مهمی هست که در موردش الان صحبت خواهیم کرد. ولی خود دولت امپراتوری ایلخانی 100 سال طول نمیکشه. بلافاصله بعد از اینکه ایلخانه از بین میرن، ترکمنهای قاراقلونی و آقاقلو و تیمور و حمله های تیمور همه بالاخره متمرکز میشن روی تبریز. و با وجود اینکه حتی گاهی باز تبریز به عنوان پایتخت میمونه، این حمله ها باعث خرابی های بسیار بزرگی میشه. نهایتا یکی از مهمترین جنگ هایی که در این مدت در قرنهای 16 17 و حتی 18 به وجود میاد، جنگ هایی هستند که بین امپراتوری ترک های عثمانی با ایرانیا بودند. چون عملا در اون مدت، در اون سالها، در اون قرنها، غیر از هندوستان که کار زیادی با ایران نداشت، امپراتوری عثمانی همیشه سعی میکرد وارد ایران بشه و اون قفقاز رو که معمولا مال ایران بود بگیره و اکثرا هم موفق میشن. چون مثلا این، اگه اشتباه نکنم، در سال 1514 در جنگ معروف چالداران صفوی شدیداً شکست میخورن و عثمان ها وارد اصلا تبریز میشن. مقدار زیادی از منطقه آذربایجان رو هم اشغال خواهند کرد و این جنگ ها کماکان ادامه خواهد داشت در سالهای مختلف. یعنی در قرن 16 میشه گفت هر 10 سال یه دفعه تبریز یا مال پایتخت صفویه بود یا اینکه در دست عثمان. خب طبیعتا این برای تحول و ادامه حیات این شهر تاثیرگذار بود. این جنگ ها ادامه خواهد داشت، حتی در مینیاتورهای مختلفی هستند که نشون میدن چگونه ترکای عثمانی وارد تبریز شدن، آدم و کشتن و به حساب ساختمانها را آتیش میزنن. نهایتا این جنگ ها تا اوایل قرن 18 ادامه خواهد داشت و این باعث یکی از دلایلی بوده که شاه عباس پایتختش رو از تبریز که اول می برده بودن قزوین میاره به اصفهان. خب طبیعتا وقتی پایتخت میاد به اصفهان، با اون حالت قوی اقتصادی و تجاری که خب اهمیتی که اصفهان پیدا میکنه، طبیعتا از اهمیت تبریز کم میشه و دولت صفویه در اصفهان مستقر خواهد بود و مدت به سالهای زیاد هم تبریز و قفقاز و اینا اصلا چون از نظر نظامی امکان رو نداشتن، اصلا حمله به عثمان ها نمی کنن تا موقعی که دولت صفویه اینقدر قوی میشه دیگه میگه من زمین ها رو باز به من برگردانید. طبیعتا سرمایه گذاری در این زمان در دوران صفوی در اصفهان است. من فقط چند تا عکسایی رو نشون میدم که همه باش آشنا هستند و در این مدت تبریز نمیتونست با اصفهان همقدم باشه، اما از نظر نظامی کماکان یکی از منطقه هایی بود که انگلیسی ها، آلمانی ها، نمیدونم ترک ها، روس ها، قزاق ها دائما در این منطقه جنگ های مختلفی داشتند و این 2 تا عکس
تاریخی هست که اگه دوستان ندیدن فکر کنم جالب باشه، که ارک علیشا با پرچم روسیه و ارک علیشا با پرچم آمریکا. یعنی عملا تبریز به عنوان یک شهر خیلی مهم از محدوده شهرهای ایران تا حدی خارج میشه. یه مسئله دیگه که اصولا ما در مورد در دنیا اکادمیک، نه فقط در ایران ولی در اروپا و آمریکا همینطور، در کشورهای مختلف همینطور، اینه که اطلاعات و مدارک بسیار محدود هستند. به عنوان مثال معروف ترین نقشه تبریز مال 600 پیشه. شخصی که به اسم مترکچی که با عثمان ها وارد تبریز رو که گرفته بودن، فکر کنم زمان سلیم اول بود، نقشه ای کشیده که این نقشه بسیار اصفهان از شهرهای مختلف ایران که باز اشغال کرده بودن، این 60 نقشه های بسیار جالبی تهیه کرده که مقدار زیادی از ساختمان ها حتی امروز میشه اینا رو توی نقشه های قدیمی پیدا کرد. بعدا وقتی اصفهان اهمیت پیدا میکنه و سیاحان اروپایی میخواستن برن دربار صفویه، خب اکثرا از شمال می آمدن، یا از روسیه یا از ترکیه، و از تبریز رد می شدن. گاهی گدار اینا هم چند تا طراحی برای ما به یادگار گذاشتن که مثلا در اینجا می بینیم این ارک علی شاه یا مسجد علی شاه یا مقبره غازان خان در اینجا به خوبی دیده میشه. بعد از این 200 300 سال هیچ اتفاق نمیفته تا اینکه روس ها در اوایل قرن 19 چون تقریبا اونجا رو اشغال کرده بودن، همیشه در دستشون بود و میرفتن و میومدن، شروع میکنن به نقشه برداری و نقشه های تهیه کردن از تبریز و همه که بعدا به فارسی هم ترجمه میشه همون در همون سالها دیگه. طبیعتا بعد از اوایل قرن 20 نقشه ها شهر بزرگ بشه و نقشه های دیگه مختلف آماده بشه، ولی محدودیت دوکومنت های مدارکی که ما داریم بسیار حقیقتا کم هست. یه مسئله دیگه هم هست که همیشه ما با این پرابلم داریم، اینه که اطلاعات اصولا، باز میگم، این هیچ ربط به ایران یا تبریز فقط نداره، بلکه در تمام دنیا این هست که در دنیای علمی و فرهنگی و دانشگاهی هم باز یکی که یه چیز خونده و چیزی گفته و 100 سال پیش یه نفر یه چیزی نوشته، این به عنوان کتاب مقدس قبول میشه و میگن این حتما اینجوری بوده. حالا من باز یه نمونه میارم. افرادی مثل مارسل ورژان دیولافوا که آثار باستانی های مختلف ایران رو با طراحی هاشون برای ما یادگار گذاشتن، حقیقتا جز سیاحانی بودن که ایران خیلی بهشون مدیونه. اما باز اشتباهات زیادی کرده. خانم ایشون که همیشه با لباس مردونه این ور اون ور میرفت که بتونه وارد مسجد بشه و نمیدونم کاروانسرا بشه و اینا مشکلی نداشته باشه، وقتی میرسم به سلطانیه در بسته بوده و یه ملا یه حاجی که اونجا بود صحبت میکردن این چیه فلان اینا، تعریف میکنه داستانی که یه دهاتی اونجا تعریف میکنه، میگه بله اینا مغلا شروع کردن ولی صفوی اینا ادامه دادن و بالاخره این آثار جز آثار باستانی صفوی است. حالا این باعث میشه که در طول مرمت همین بنا مقدار زیادی از گچبوری هایی که هیچ ارتباطی به صفویه نداشت ولی دقیقا به دوره مغول بود برداشته بشه و به حساب اون از نظر مرمت یه اشتباه کار مرمتی تقریبا میشه گفت. البته باز بگم اینا فقط این اشتباهات فقط در ایران نیست، در چین هم از این اشتباهات خیلی شده که مثلا مینیاتور یا فرسکوهای دیوار رو به این صورت مرمت کردن، یا اینکه در اروپا که حضرت مسیح رو به این حالت در آوردن. یعنی متاسفانه این هم در دنیای فرهنگی ما متاسفانه همه جا میبینیم. حالا اون چه که برای ما در تبریز نهایتا حقیقتا مهمه، 3 تا ساختمانه.
یکی رب رشیدی بود که وزیر مهم زمان بود. یکی خود مقبره قازان هست و ارک علیشا، که حالا در مورد این سه حتما باید صحبت کرد. ولی خیلی جالبه که آدم توجه بکنه از روزی که ساختمان قازانی شروع میشه و اینا خودشون با ابعاد بسیار عظیمی هستن. رب رشیدی ساخته میشه، سلطانیه ساخته میشه و ارک علیشا ساخته میشه. تمام این دوره حدود 23 سال بیشتر نیست. یعنی در یک مقطع زمانی بسیار محدود یک انقلاب صنعتی ساختمانی و عمرانی حقیقتا در ایران اتفاق میفته، با 100 کیلومتر تقریبا تفاوت بین سلطانیه و نمیدونم تبریز و به حساب اطرافش. شخصی که در این کار خیلی اهمیت مهمی داشته رشید الدین فضل الله هست، که چه در کتاب جامع التواریخ، چه در وقتنامه رب رشیدی، چه در مینیاتورهایی که در این کتاب ها وارد شدن، حقیقتا یکی از افراد بسیار مهمی بوده که در گسترش فرهنگ ایران در تبریز خیلی اهمیت خاصی داشته. اما اون جایی که امروز به عنوان رشیدیه در تبریز معروف هست، یعنی ساختمان این مونده از اون، این ساختمان هیچ ربطی به رشیدیه نداره. حالا به این اسم مونده. هرچی هم در دور و بر اینجا حفاری شده، حالا آقای دکتر قدیر باز بهتر از من میتونن اشتباهات ما رو هم باز جبران بکنن، ولی همش اکثرا مال دوران صفوی است. اصلا هیچ ربطی نه از نظر مکان نه از نظر ساختمان هیچ ربطی به اون نداره. مسئله دوم، اون چی که حقیقتا به صورت سمبل شهر تبریز است، ارک علیشاه یا مسجد علیشاه هست، که هیچ وقت هم ارک نبوده، ولی در اوایل قرن 19 تا حدی پابرجا بود و اینو درست میکنن و حصار داشته، مرکز نظامی میشه و مهمات میشه، که بعد از عباس میرزا و در سالهای 1911 روسا حمله میکنن و منفجر میکنن و از این ساختمان دیگه چیزی بیشتر از این نمیمونه و یکی دو تا طراحی هایی که خارجی سیاحان خارجی به یادگار گذاشتن. و میشه گفت که تمام ایرانشناسان مختلف از پاپ شروع کرده تا امروز سعی کردن این اون چیزی که از این ساختمان مهم مونده بود، بر اساس اون چه که هست و بر اساس اون چه که در مدارک نوشته شده وجود داشته بازسازی بکنن. و اکثرا ایده های مختلفی ارائه شده و تا سالهای اخیر حقیقتا اطلاعاتی که ما در مورد این ساختمان داشتیم بسیار اشتباه بود. یکی از کسانی که من اشتباهات رو فکر میکردم خود من بودم. در سالهای بعد از انقلاب نمیدونم چرا در محوطه تاریخی این ارکلیش های مسلح بزرگ رو ساختن که هنوزم وجود داره و هم تعجب میکنن این همه جا بود، چرا اینقدر در نزدیکی یک آثار باستانی خیلی مهم این کار باید انجام بشه. یکی دو سال پیش با همکارم دکتر مرادی در یکی از کنفرانس هایی که باستان شناسی بود در مورد این صحبت می کردیم که اصلا چه مقداری از این ساختمان ایلخانیه، چون این به عنوان یک ساختمان ایلخانی شناخته شده. و من هم مثل دیگران فکر می کردم علی شاه همیشه میخواستن اینا یک قوس یک تاقی داشته باشن که از تاق کسری بزرگتر باشه و این همه در مدارک مختلف هم غازان همه شاههای بزرگی که از نظر مالی یا امکانات فنی این رو میتونستن امید داشتن که این کار رو انجام بدن، ولی این حقیقت نداره. به علت اینکه تنها جایی که در این محوطه حفاری شده، یکی از دوستان خوب من آقای سرفراز این
محوطه خیلی کوچیکی رو در جلوی همون ساختمان ارکعلی شاه حفاری کردن که این خوشبختانه حفاری هاشون رو نقشه برداری کردن، چاپ کردن به علت که بعدا روی این خاک ریختن و این دیگه دیده نمیشه. فقط این نقشه هایی که آقای سفراز در اون وقت تونسته انجام بده چاپ کرده مدارکی هستن که ما میدیم. این تنها جای ایلخانیه که در این ساختمان وجود داره و این نمیتونسته یه تاق اینجوری هم داشته باشه به علت اینکه این یه گنبده. اتفاقا آقای دکتر قدیری هم با من یه همکاری هایی کردیم در مورد اصلا خود فرم این گنبد. بعد با اجازه گرفتن از دولت مقداری از آجرها و ملاتهای این ساختمان رو فرستادیم به اینکه ترمولیمونسنس بشه، کاربون دیتینگ بشه و معلوم شد که اکثر این ساختمان ها یعنی آجرهای و علمان های ساختمانی که اونجا به کار رفته مال دوران صفویه و نه مال اه، دوران یعنی ایلخانی. حالا البته باز این یک بازسازی است، چه ما تنها چیزی که دقیقا میدونیم از مدارکی که نوشته اینه که حقیقتا یه حیاتی داشته با این 4 ایوان که تنها جایی هم که حفاری شده این مقدارشه، بقیش همش عکسای تقریبا میشه گفت خیالی هستن. حالا تبریز چگونه به این اهمیت در دوران ایلخانی میرسه؟ خب وقتی که چنگیز تقریبا مشرق آسیا رو فتح کرده بود، نوش منکه قاآن میشه، خاقان بزرگ میشه و این شخص 2 تا برادرش رو قوبیلای خان رو میفرسته به طرف شرق، میگه تو برو چین و کره و اونجاها رو فتح کن بگیر، و هولاکو خان رو هم میفرسته که برادر کوچکترش بود، اینو میفرسته به ایران، میگه شما هم برو ایران و نمیدونم کشورهای غرب مغولستان رو فتح بکن و بگیر. حالا این خودش این برنامه خیلی جالبی است. این هولاکو خان یه خانومی داشت به اسم دوقوس خاتون که خودش هم مسیحی بود و یه خانوم بسیار پیشرفته و باسواد و خیلی هوشمند بود و ممکن به این آقای هولاکوها میگه وقتی شما هر کار هر تصمیمی میخوای بگیری حتما با خانومت مشورت بکن و حرفش رو گوش کن، نه فقط مشورت کن، اصلا هرچی هم گفتم باور کن و انجام بده. و هولاکو با یک ارتش 100,000 نفری از وسط مغولستان را میفته میاد که ایران رو فتح کنه، ولی ایران چی مونده بود که فتح کنه؟ ایران ارتشی نبود، سلطنتی نبود، قوه‌ای نبود که بخواد جلوی اینا رو بگیره. اینه که اینا یواش یواش میاد، عجله خاصی نداشتن، هر جا میرسیدن اتراق میکردن و خانهای محلی هم از اینا پذیرایی میکردن تا اینا بالاخره برسن به اون برنامه هایی که میبایستی اجرا میکردن. دستوری که به هولاکو خان داده شده بود این بود: شما باید این راهزنای لو رو از بین ببری، قلعه های اسماعیله رو از بین ببری و پادشاه بغداد رو. مسئله ف... تفهم کلمه خلیفه در مغولستان اصلا ناشناخته بود. به این پادشاه بغداد هم بیاد بگو بیاد ایلی کنه به ما سالانه یه چیزی بده و ما دیگه به اونجا حمله نکنیم. با مشکلات زیاد به هر حال هولاکو موفق میشه قلعه علموت و بقیه قلعه های مهم اسماعیلی ها رو بگیرن و حرکت میکنه به طرف بغداد. خودش وقتی هم به اه، مطالب تاریخی نگاه میکنی زیادم علاقه نداشت حمله بکنه. از بین راه نامه مینوشت به این خلیفه، میگفت آقا بیا شما رضایت بده ما رو به عنوان سلطان قبول کن، یه پولی هم به ما سالانه بده، دنبال کار خودت باش. ولی خب در هر حال گویا برنامه این نبود و هولاکو میاد بغداد رو میگیره و این یکی از اون تاریخ های بسیار مهم دنیاست که فرض کنین اگر که خلیفه ها در سال 1250
هشت از بین نمی رفت، چه تحولات دیگه ممکن بود در دنیا اتفاق بیفته. ولی نهایتا هولاکو در از یه هفته 10 روز این شهر رو تسخیر میکنن و دو تا مینیاتور خیلی قشنگ از همون زمان در جامع التواریخ رشید الدین هست که چگونه این شهر نهایتا فتح میشه. و وقتی هم خلیفه رو میگیرن، داستانهای مختلفی هستن که اینو چگونه این رو کشتن. یکیش هم داستانهایی که این مینیاتورهای اروپایی هست که میگه خلیفه رو بود چون بسیار ثروت داشت و قایم کرده بود، میگفتن تو که این همه طلا و ثروت داشتی چرا اینا رو روی ارتش خرج نمی کردی که نذاره ما بیایم شما رو غارت بکنیم و بکشیم. ولی گویا به احتمال زیاد اون طریقه کشتن این خلیفه هم اون مثل طریقه سنتی آدم های مهمی بود که در زمان مغول این کار رو انجام میدادن، یعنی که در فرش میپیچوندن و انقدر با اسب و اینا روشون راه میرفتن که بالاخره یواش یواش خون نریزه. و بالاخره این خلیفه گری هم با المستقر بالله از بین خواهد رفت. کما اینکه در قاهره سعی خواهند کرد که اینا رو بیارن با یک خلیفه گری دیگری در قاهره انجام بدن، بگذارن، ولی موفق نمیشن. اما اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که این 4 برادر نهایتا 4 امپراتوری بزرگ به وجود میارن که این به علت اینکه همشون برادر بودن، حالا با هم گاهی گداری دعوا میکردن، ولی نهایتا یک امپراتوری عظیم مغولی به وجود میاد که این به عنوان پاکس مونگولیکا، یعنی آرامش، یا چجوری میگن، در زمان مغول یک صلح مغولی به وجود میاد که این طبیعتا رفت و آمد و تجارت و اینها رو خیلی بهش امکانات میداد. هولاکو خان ایلخانی رو به وجود میاره. حالا این ایلخان اولا خودشون گفتن ما ایل خان اصلی هستیم، یعنی ما کوچیک خانه بزرگ هستیم. اما به مرور زمان خصوصا بعد از قاجارخان دیگه میگن ما خودمون به حد کافی اهمیت داریم و زیاد دیگه باج نمیدادن به قاآن اصلی. هولاکو وقتی که تمام ثروت بغداد رو غارت میکنن و اونا رو در میارن، میگفتن این انقدر زیاد بود که حیوان نبود که اینا رو هم بکنه، این اسب و شتر و الاغ و اینا هرچی بود تمام این ثروت ها رو میاره به ایران. و در یک جزیره در دریاچه ارومیه، به عنوان در جزیره شاهی، اونجا یک ساختمانی میکنه که اولا خزانیش میذاره اونجا، دوم گویا یه ساختمانی هم برای خودش درست میکنه که نهایتا اونجا دفن خواهد شد. ولی وقتی که میاد این به ایران برمیگرده و میگه این ایلخانان به وجود اومده بود، شهر مراغه رو به عنوان پای تخت انتخاب میکنه. مرغ اون زمان از زمان سلجوقی شهر خیلی مهم بود، شهر آبادی بود و ارتباطات خوبی هم داشت. ولی طبیعتا با آمدن هولاکو به مراغه و جایگزین کردن این شهر رو به عنوان شهری که باید رصدخانه، اولین رصدخانه مهم اسلامی در اونجا ساخته بشه توسط ناصرالدین طوسی، این یه اهمیت خیلی مهمی به مراغه میده. طبیعتا وقتی همچین برنامه هست، خب شهرم رشد میکنه، دور و برش هم باید بزرگ بشه. و یکی از کارهای مهمی که ناصرالدین طوسی انجام میده، تمام کتابهایی رو که تونسته بود نجات بده از قتل عام علموت و قلعه های اسماعیلیه و از بغداد، اینا رو میاره به مراغه و دور خودش تمام متخصصین و رصدشناسان و نمیدونم دانشمندان اون زمان رو دور خودش جمع میکنه که نهایتا زیل ایلخانی رو هم آماده بکنن و این رصدخانه سمبولی میشه برای تمام رصدخانه های آینده اسلامی در دنیا. بعد از مرگ
هولاکو پسرش بلافاصله این پایتخت رو میبره به تبریز و تبریز 50 60 سال به عنوان پایتخت خواهد موند تا اینکه اولجایتو شهر خودشو میسازه و پایتخت از تبریز میاره به سلطانی. حالا چرا اون خودش مسئله، ولی اون چی که جالبه که آدم در مورد صحبت کنه، خب این همه آدم، این همه مغولای با ثروت های زیادی هم که حالا اومده بودن یا قتل و غارت کرده بودن گرفته بودن، اینا همشون چادرنشین بودن، اینا شهرنشین نبودن. و سیستم اصلا گذاشتن این چادرهای مختلف که به عنوان یورت یا گرد مشهور هستن اصلا به سیستم خاصی داشت و اینا همیشه هم در چادرها زندگی میکردن، تمام زندگیشون تو چادر بود. شهر عملا یک مرکز اداری بود، یعنی یک مرکز فرهنگی بود. ولی اون چه که باز بسیار اهمیت داره اینه که تمام ارتش سیستم نظامی مغول روی اسب بود. اسبای مغول هم اسبای خیلی قوی هستن ولی اسبای کوچیکی هستن و زود خسته میشن. یعنی هر سربازی میبایستی 2 3 4 تا اسب داشت تا بتونه در جنگ شرکت کنه، چون در طول جنگ این هر نیم ساعت یه دفعه، یه ساعت یه دفعه این اسبا رو عوض میکردن. حالا شما فکر کن اگه یه ارتشی با 100,000 نفر حرکت میکنه، خب این باید 400 500 هزار تا اسب و گاو و نمیدونم گوسفند و اینا باید حرکت کنه. پس اینا شدیداً احتیاج داشتن به چمنزار، جاهایی که اینا بتونن ارتش مثلا این حیوانات غذای خودشون رو تأمین بکنن. و برای همین هم هست که در این محدوده اکثرا تمرکز پیدا میکنن در ایران. به عنوان مثال وقتی ارغون پدر قازان و اولجایتو اولین مرکز شهر سلطانی رو شروع میکنه، یکی از دلایل مهمش این بود که جلوش یک چمنزار بسیار بزرگی بود که امروز هم هست و امروز هم به عنوان چمن سلطانی معروف هست. و جنگل های مختلفی هم بودن که اونجا میتونستن شکار بکنن و استفاده کنن. اما در مورد شهرسازی، اولین شهری که از مغول ها خبر ازش داریم شهر قرقروم است که حالا حفاری زیادی هم شده، ولی شهر مربعی هست، خیلی منظم، ولی مردم اکثرا در خارج از این زندگی میکردن. و این احتمالا ادامه یک فرهنگی هست که از چین میاد که اونجا همین شهرهای مربع و شهر در شهر یا برج در برج حتی 3 مرتبه، یعنی یک شهری بود که به عنوان میگفتن اصلا ملت داشت زندگی میکرد، شهر خارجی، شهر داخلی و در داخل شهر داخلی شهر نمیدونم دولتی یا شهر شاهانه. و در وسط اون یک شاه یک شهرک دیگری بود که ممنوعه بود، مثل حرم بود، اصلا غرو بود، اونجا نمیتونستم وارد بشی. این حالت تقریبا در اکثر شهرهای دیگه هم ما که از چین یا از آسیای مرکزی هست میبینیم. و دقیقا این در سلطانی هم به همین ترتیب پیاده شده، یعنی بازی مربع داریم و به احتمال زیادی برج مربع دیگه در داخل این برج بوده که حالا این در موردش بحث صحبت امروز نیست. ولی تمام کسانی که زندگی میکردن در این چادرها، همین شاهان هم در این چادرها زندگی میکردن. معروف است که قازان خان یک چادر سفارش میده واسه خودش که 3 سال طول میکشه تا اینو آماده کنم و 1 ماه 2 ماه هم طول میکشه تا اینو سوار کنم و این بخواد استفاده کنه. در هر حال وقتی ابا خان بعد از هلاکو به سلطنت میرسه، غازان خان که نوش بود، این گویا از بچگی بچه خیلی آه، چجوری دوست داشتنی و هنرمند بود. همه این بچه رو دوست داشتن به اون حد که ابا به پسرش ارغون میگه نه، این بچه رو، نوه رو من خودم بزرگ میکنم، این باید پیش من باشه، من اینو بزرگش میکنم و همه چی بهش یاد خواهم داد. البته خیلی هم اینا باسواد بودن، اینم باید گفته بشه. و نهایتا این در
در فرهنگ ایلخانی هم در ایران بعدا منعکس میشه. اما بعد از هولاکو اون دو نفری که حقیقتا اه، در فرهنگ ایلخانی یک کوشش خاصی داشتن، یکی قازان بود و دومی برادرش الجایی تو. قازان خان وقتی که به سلطنت میشه، حقیقتا میشه گفت که یک انقلاب بزرگی در کشور به وجود میاره. اولین کاری که میکنه رو به اسلام میاره و مجبور میکنه که تمام کسان دیگه هم که بودیست بودن یا مسیحی بودن رو به اسلام بیارن. نوشته های مختلفی رو که مثلا به عنوان ایلخان بود، اینا رو عوض میکنه به پادشاه اسلام. ولی در همون وقت دستور میده که یه تاریخ در مورد اصلا سلسله مغول ها مخصوصا در ایران نوشته بشه و این کار رو میده به رشیدالدین که این کار رو انجام بده. و در ساختمان سازی های مختلف بسیار در فعال بود در ایران. حالا من خیلی تند از روش رد میشم چون دیگه وقت داره میگذره. ببینید، یکی از مشکلاتی که اینا قبلا داشتن در همه جای دنیا این بود که اگر سکه تو مطمئن نبود، اون تاجر نمیدونست یکی برداره، دو تا برداره، چقدر توش طلا هست، یا اون وزنهایی رو که یا سانتی متری که استفاده میکردن. حالا من تبریز با من اصفهان آقا یکی بود، فرق میکرد چند کیلو بود. این همه اینا باعث میشد که اعتماد نباشه. وقتی که اعتماد و صلح بهتر شد، بیشتر شد، خود به خود انقلاب های دیگرش راحتتر به وجود اومد. حالا من یک یک اینا رو از روش رد نمیشه، ولی به عنوان مثال خیلی تشدید میکرد قازان خان که این چادرنشین ها بیان وارد شهر یا در یه جاهای آباد بکنن. و یه سیستمی هم گذاشته بود که خیلی منطقی بود. میگفت یه جایی که آب نداره تو میخوای اونجا مزرعه بکنی، تو 10 سال مالیات نده. اونجا که آب کم داره، اوکی، تو مثلا 3 سال آب مالیات نده. اون جایی که آب داشت و خیلی هم خوب بود، از روز اول مالیات بده، ولی زمین مجانا به تو. و اینا باعث می شدن که املاک در ایران گرون بشه، سرمایه گذاری جالب بشه. یعنی خونه که به قول معروف میگفتن 100 دینار شده بود، حالا 1000 دینار شده بود. اینها باعث میشن که مردم دیگر، یعنی ثروتمندان دیگر هم اه، اه، سرمایه گذاری بکنن در شهرسازی، در ساختمان ها. حالا مثلا پیشرو اینا خود قازان خان بود. چرا دستور داده بود که در هر شهری یا روستایی یه مسجد و یه حموم ساخته بشه. حموم کار بکنه، پول حموم صرف مسجد بشه. یا اینکه چون آب همیشه، حالا مثل امروز ایران که در حال وحشتناک احتیاج به آب داره، انقدر قنات‌های مختلف رو به وجود میاره که تا امروز هم گاهی از جاها معروف است به عنوان قنات‌های یا نهرهای قازانی. اصل توجه قازان روی ساختمان بود و در این امر یک اصطلاحات، یه چیزهایی از مدارکی به دست ما رسیدی که گویا از دهن خودش اومده بیرون، یعنی در موردش گفته نشده بلکه خودش گفته. به عنوان مثال در شهر تبریز میگه خب این موقع وقتی شهر تبریز حصار کج و کوله ایدا، خب شهرک کوچکی بود، هیچ کس باور نمیکرد این شهر انقدر مهم بشه. و امروز بعضی از منزل‌های خونه‌های مردم داخل شهر، باغاتشون خارج شهره و این باعث میشه که ازدحام بشه، ساختمان‌های 2 3 طبقه بسازن، کوچه ها کوچکتر بشن، عریض نباشن، آفتاب نزنه، هوا نگرده و این باعث میشه که مرضهای مختلف اونجا به وجود بیاد. پس این ساختمان سازی اشتباه. ما باید این حصار رو طور بزرگ بکنیم که باغات رو هم در بینش بگیره و
مردم بتونن به حساب راحتتر زندگی کنن و سالمتر زندگی کنن. و حتی یکی از قوانینی که گذاشته بود این بود که تاجرهایی که می اومدن یه ماه دو ماه از بیابون ها، اینها اول می بایستی می رفتن حمامی که خارج از شهر بود. اول خودشونو تمیز می کردن، بعد تمیز و با لباس های جدید میتونستن وارد شهر بشن. و مقداری از این حصارهای زمان هنوز مونده. در سه نقطه دیگه هم قازان یک انقلاب عمرانی به وجود میاره. یکی اندر شما چی میگفتین؟ شهرک های اغماری یعنی شهرک هایی که خارج از شهر بودن. یعنی موقعی که شنبه قازانیه رو خودش میسازه نمیاد وسط شهر بسازه، کما اینکه میتونست. و رب رشیدی که وزیرش بود اون هم در خارج از شهر ساخته میشه. البته خب شهر بزرگ میشه، رب رشیدی وسط شهر همون موقع دیگه ادغام میشه. ولی قازانیه تا قرن گذشته هنوز یک تپه‌ای بود که اون مجزا بود و خارج از محدوده خود شهر بود. حالا یکی از ام، اصول عمده ای رو که غازان به وجود میاره اینه که مقبره برای خودش میخواد بسازه. ببینید در تاریخ مغول ها مقبره وجود نداشت. اینا رو در جای مخفی دفن میکردن، اسمش هم گذاشتن غروق، یعنی هیچ کی نمیبایست اونجا میرفت. و مشهور است که خیلی مثلا چنگیز خانه که بردن دفن کنن، همه اون کسانی که اونجا رو کار میکردن همه رو کشتن که به کسی خبر ندن این کجاست. و تمام فرهنگ مغول ها تا زمان قازان خان این بود. یعنی خود هولاکو در جایی بود، ارغون در جای دیگه، اینا همشون در جایی از دفن می شدن ولی مقبره ای نداشتن. قازان خان وقتی که مسلمان میشه میگه ببینین اینا هم دو تا ساختمون بود که عاشقش بودن، خیلی احترام میذاشتن. یکی مقبره سلطان سنجر در مرو. میگفت آخه این ببین چه مقبره، این چه ساختمانی. حالا ما هم که مسلمان شدیم دیگه احتیاجی نیست به تاریخ فامیلمون نگاه کنیم، ما میتونیم یک کار جدیدی انجام بدیم. و دوما این قوس بزرگ طاق کسری یکی از اون ساختمان هایی بود که همیشه شاهان مختلف میخواستن یه چیز شبیه یا با عظمت این انجام بدن. و این دقیقا اون کاری است که قازان و اولجایتو و علیشا انجام خواهند داد. این باز یکی از اون اشتباهات خود من هست که من هم فکر میکردم این قوس بوده، یه تاق بوده شبیه تاق کسری. ولی عملا بعدا در سالهای اخیر فهمیدیم که این حقیقت نداره. از این ساختمان ها همه از بین رفته به جز سلطانیه، یعنی مقبره اولجایتو در سلطانیه که ما حقیقتا در مورد عظمت این ما میتونیم ببینیم. مسئله دیگه که غازان باز برای بار اول مطرح میکنه یک چیزی هست که تقریبا همیشه در تاریخ بوده و نبوده، یعنی به وجود آوردن اون چیزی که به عنوان ابواب البر معروف است. حالا این طبیعتا یه چیز وقفه. این وقف هم از روز اول در تمام کشورهای اسلامی به صورتی وجود داشته. یه جایی یه مسجدی بوده، یه خانقاهی بوده، یه بلا هر چی. ولی یه مجموعه ای که از امکانات مختلف و چیزهای خیلی بزرگ و در یک اشل باور نکردنی ساخته بشه تا در زمان قازان خان وجود نداشت. و بعد از اونم برادرش این کار رو ادامه میده و تقریبا این حرکت اصلا از بین میره. بازم وقت به عنوان این امکانات وقفی خواهد ماند ولی به اون عظمت و به اون مجموعه هیچ وقت نخواهد رسید. حالا
اون چه که قازان درست میکنه برای خودش که هم مقبره باشه، که این مقبره انقدر مهم باشه که همیشه میگفت کسی که مقبره اینجوری داشته باشه یعنی چی مرده، این همه هیچ وقت نخواهد مرد، همیشه زنده خواهد بود. دو تا یه مینیاتور رو نصف از این ساختمان، از این مجموعه وجود داره. یکی اینه، یک شمینه که این نصفه، اگه توجه کنین اینم یک نصف کتابه، این وسطشه. ولی این یکی، این نصف کتاب از بین رفته، فقط این مونده. و آنچه که ما اینجا میبینیم تقریبا باز همه دوستان، همه ایرانشناسان سعی کردن این مجموعه رو بازسازی بکنن و عقیده های مختلفی هم هست. اینجا بازم یه مقدار نوشته های مدارک هست که یه چیزایی میگه، آدم یه مقدار روی اون تکیه میکنه. و بقیه هم حالا با آیا این مربع بوده، 12 ضلعی بوده یا گرد بوده یا مدور بوده، حالا اینا همش صحبت هایی که همکاران مختلف خیلی سعی کردن چه در رشیدیه چه در قازانیه اینها رو. این اخیراً جدیدترین پروژه‌ای که تقریبا در مورد رب رشیدی به وجود اومده. اما به علت اینکه ما این در مورد اینها اطلاعات نداریم، همش فرضیه است، به علت اینکه از بین رفته و حفاری های باستانشناسی انجام نشده. ولی شما فکرشو بکنید، یکی از این ابواب البرا هم مسجد جامع داشته، هم خانقاه داشته، هم مدرسه حنفی، مدرسه شفعی، دارالسیاده، نمیدونم بیمارستان، کتابخونه، بیت القانون دیگه. حقیقتا امکانات بسیار وسیعی بودن که اینا از نظر مالی هم 100% تأمین شده بود. یعنی حقیقتا هدف این بود که این ابواب که ساخته میشه برای هزارها سال این بمونه، پولش هم که هست. و خودشون هم خواسته بودن دقیقا از وصاف به عنوان مثال اینو ذکر میکنه که این اینقدر گز بود. حالا گز مطمئن نیستیم این اصلا درسته یا نه، ولی اون چه که مطمئن هستیم اینه که ساختمان چند برابر این نقشه است که شاردن طراحی کرده، که این رو ساختمان رو نشون میده که از ساختمان های مثلا دو سه طبقه دیگه هم چند برابر عظیمتر و بزرگتره. یعنی بعضی از دوستان اینو به عنوان گفتن این ساختمان مرکزی بوده، دورش این ساختمان های مختلف ساخته شده. شخصا من این رو اعتماد ندارم به این، چون چگونه ممکنه رصدخانه و خانقاه و دارالشفا همشون و مسجد جامع همشون یه اندازه باشن؟ این به عقل من زیاد نمیاد. ولی این که این در مورد این زوجهای مختلف آسمانی یک امکاناتی در این وجود داشته، اینو ما میدونیم. به علت اینکه در طول ساختمان قازان، مقبره قازان، داربستا میفتن، یکی از اینجا میفته پایین و مقدار زیادی کارگرهای خارجی یعنی گرجی و ارمنی و هم ترکی و عثمانی از جا که اومده بودن میمیرن. یعنی ما میدونیم که این 12 به سمبل های آسمانی به صورت اینجا وجود داشته. باز طراحی های مختلفی هست که ممکنه گرد بوده، مدور بوده. و امکانه که من شخصا فکر میکنم اینه که در هیچ کدوم از این نقشه های قدیمی این پرسپکتیو دقیق نیست. یعنی اگه من ساختمان اینجا هم اصلا از خود ساختمانم اگه دور بود، ما در پرسپکتیو اینو نمیدیدیم. اینه که بعید نیست که اینا خارج از اون محوطه بودن. و یکی از دلایلی که من همیشه میارم اینه که در خود سلطانیه هم این برج و بسیار درونی یه محوطه محدودی هست. تمام مثلا دارالشفا، مسجد جامع اصلی و اینا همشون خارج این محدوده برج و باروی سلطانیه بوده. و در نزدیکی سلطانیه این مال الجایتو، پسرش در یک تپه مقبره برای خودش میسازه که این مقبره هم آقای فرجا، نه آقای گنجوی اینا رو حفاری کردن و ما نقشه های این رو داریم.
و تا حدی به اون چه که ما از اون مینیاتورهای غازانی میبینیم شباهت هایی داره. حالا تا چه حدی میگم فراموش نکنیم در این مورد هیچ شکی نداریم، چون اینجا حفاری شده، اینجا را ما بازسازی کردیم، یعنی اینو مطمئنیم. این نه، این فانتزیه که اگر این پی این ساختمان بوده، بر اساس اون چه که ما میدونیم احتمالاً آخرین شاه ایلخانی مقبرش هم باز یک چیز در این حد بوده. حالا من صحبت ما دارم تموم میکنم و اون چی که میخوام ذکر بکنم اینه که معماری ایلخانی فقط برای معماری ایلخانی در ایران نیست که مهمه. اون چه که عملا معماران ایلخانی در اون 20 سالی که فعالیت خیلی بزرگی داشتن، این بوده که در تمام معماری اسلامی دنیا تأثیر گذاشته. از از اون که گنبدهای بزرگ ساخته بشه، از اون که ساختمانهای المان عمودی ورتیکالیتی داشته باشه، از اون که نور بیشتر در ساختمون استفاده بشه، از آن که تزئینات ساختمان، کاشی های روی گنبدها، اینا دقیقا چیزهایی هستند که در زمان ایلخانان به وجود میان و بعدا در دنیای اسلامی استفاده میشه. من فقط که دو تا نمونه میارم. مثلا فرض کنیم مسجد جامع اشترجان که مسجد بزرگی هست، یا چلب اغلو یا امامزاده جعفر اصفهان، اگه اینا رو بذاریم حتی بغل مسجد مقبره غازان، می‌بینیم که اصلا یه اشل داره، اصلا در دنیای دیگه ای هست. و حتی اگه بزرگترین مقبره اون زمان رو که ما رو قرن دهم یازدهم، مقبره سلطان سنجر رو بغل اینا رو دیگه میدونیم دیگه، در این مورد شکی نیست. اینا رو اگه بغل هم میذاریم ما ببینیم چقدر اصلا اشل فرق میکنه. ساختن یک ساختمان بزرگ اون نیست که یه ساختمان کوچیک تو شما همون به همون ترتیب بزرگش بکنی. سیستم ساختمانی اصولا عوض میشه و این یه تحولیه که حقیقتا از در زمان ایلخانان به توسط ایلخانان به وجود میاد. یکی از دیتیل های این به وجود اومدن یا استفاده بیشتر از گنبدهای دو قشریه. ببین گنبدهای چند قشری زیادن. اون گنبدهایی که فرض کن یه گنبد یا روش هم یه گنبد دیگه میذارن که از بیرون بزرگتر و عظیمتر دیده بشه، این هیچ ربطی به این نداره. اینجا دو تا قشر با هم دارن کار میکنن، یعنی از نظر ایستایی این دو تا قشر با هم یه قشر رو عملکرد دارن، عملکرد فنی یا استاتیکی دارن. و این یه چیز اصلا عجیبی هم هست که وسطش فضای بازی بوده که این تمام گنبد رو سبکتر میکنه که آدم بتونه این گنبدی که 50 متر ارتفاعشه بتونه اینو نگه داره. و این باعث شده که بعدا خیلی ها صحبت کردن، یکی از دوستانم هم در مورد این صحبت کرد که گنبد سانتا ماریا دل فیوره در فلورانس که اونم یک گنبد دو جداره است، این از گنبدهای ایرانی برداشته شده و البته نمیدونم چقدر حقیقت داره، ولی باز به بحث روز ما نمیخوره. ولی آنچه که باز ایلخانان در ایران به وجود میارن اینه که سیستم ساختمانی یهو اصلا اه، یه چجوری بگم، یه انقلاب سیستم ساختمانی هست که هرچه ساختمان بزرگتر میشه و بالاتر میره سبکتر میشه. یعنی در پیش اینقدر وسط که میرسه یه فضاهایی که به در نمیخوره، فضاهایی به درخور نیستن، اینا رو فقط کندن که فضا سبکتر، ساختمان سبکتر بشه. یعنی این نوع تفکر و این نوع مهندسی یکی از اون پدیده هایی است که در زمان ایلخانی به وجود میاد. در مورد نور صحبت کردم. هیچ کدوم از ساختمان های مسجد هایی که قبل از این یا اونچه که ما میدیدیم به این حد
نورانی، یعنی داخل و خارج ساختمان رو به هم نمی چسبوند. رنگ های جدید، سیستم جدید و تکنولوژی های جدید که بعدا در تمام تاریخ معماری اسلامی دنیا تاثیر خواهد گذاشت، چه از کاشی های معرق، چه از استفاده از کاشی صیقل شده یا برعکس، یا نقش های مختلف، چه از نظر گچبری های مختلف که با تکنیک های مختلف انجام شده. و اتفاقا یک کتابی از حالا در اروپا داره چاپ میشه در مورد همین تزیینات گچبری ها. رنگ های جدید و طرحهای جدید، استفاده از یک تکنولوژی، حتی اینجا باید بگم پیش ساخته، در مورد صحبت میکنم. مثلا فرض کنید این ساختمان ها که بزرگ بودن، وقتی اینجا رو که طلاکاری کردن، اینجا خوب دیده نمیشه، ولی برای اینکه اینجا خوب دیده بشه، دورش هم یه خط عین پیکاسو این کارو میکردم. یعنی دورش یه خط سیاه یا قرمز میکشی که اهمیت اون رنگ رو از فاصله دور که میبینی دقیقا بهتر بتونی این رو بفهمی. این در مورد مقرنس ها و تمام ساختمان، علمان های دکوراتیو ساختمان های ایلخانی حقیقت داره. و تمام این تکنولوژی ها بعدا برمیگرده به ادامه فرهنگ معماری تیموری بعدا دیگه در تمام جاها. یه چند کلمه در مورد این ساختمان های پیش ساخته بگم. این ساختمان های به این عظمت رو اینا در حد مثلا 10 سال 15 سال می ساختن. یکی از دلایلش این بود که به عنوان مثال تمام تزیینات رو روی پارچه می ساختن، بعد می آوردن سر جا با می کوبیدن به دیوار و این آماده بود، تموم شده. و مقدار زیادی از اینا رو ما نگه داشتیم، مرمت کردیم، وجود داره. و این فقط برای کارهای گچی یا کاشی ها نبود، بلکه برای چوب همینجور بود. کارگاه های دیگه بودن در جای دیگه، اینا ساخته می شدن و آماده می شدن. روزی که می آورد پیش ساخته می گذاشت سر جاش. این برای سنگ هم همینطور در نزدیک های سلطانیه یک جایی بود که همه ساختمان های، همین مقرنس کاری هایی که اینجا میبینی، این دقیقا از زمان ایلخانی آماده شده، از اینجا میرفت سر ساختمان. یکی دو چیز میخوام ذکر بکنم و بعد دیگه حرفمو تمام بکنم. تنها ساختمانی که در این زمان حقیقتا برونگرا بوده، این ساختمان سلطان سنجر هست که جای گالری داره که وقتی اینجا راه میری تمام طبیعت و دور و اطراف اون رو هم میبینی. و این یکی از اون علمان های ما در مورد قازانیه نمیدونیم چون از بین رفته، ولی در سلطانیه دقیقا این حالت وجود داره که در گالری به حساب زیر گنبد وقتی راه میری تمام اون طبیعت و اطراف رو میبینی و بسیار هم غنی باز اینا دکوراسیون شده. این هم یکی از المانهای این کاشیکاری گنبد است که از زمان ایلخانی خصوصا به این عظمت ساخته میشه و اهمیت خاصی در معماری خواهد داشت. حالا در آخرین نقطه رو که میخوام ذکر کنم این بود که آنچه که ما از منار میدونیم، حقیقتا ما اینا رو فکر کنم مدیون ایلخان ها هستیم، چون برای بار اول هست که ایلخان ها این اهمیت رو به منار میدن که بعدا در معماری تیموری یا معماری های در شهرهای مختلف ساخته میشه. و اینکه چرا در دور گنبد سلطانی 8 منار در این بالا که به درد هیچی هم نمیخوره، احتیاجی هم نبود، اینو هنوز ما نمیدونیم آیا این فقط تزیینی بوده یا نه. ولی این اهمیت این منارها در تمام معماری اسلامی ادامه خواهد داشت تا تاج محل که همیشه میگن به حساب نوه کوچیک
مقبره سلطان الجای تو هست. من فکر کنم دیگه 1 ساعت و خورده ای صحبت کردم، از این به بعد دیگه مزاحم شما نشم و صحبتم رو با این خاتمه بدم. اگر سوالی هست من خواهش میکنم آقای دکتر قدیری جواب بدن، چون خیلی از این چیزها رو از من بهتر بلدن. من در خدمت شما هستم، خیلی متشکرم. ممنون دکتر مارکو، واقعا قشنگ بود، چقدر چیز یاد گرفتیم. دوران مغول خیلی سیویلایزد به نظر می آمدن، چون تو یکی از این 12 چیزی که داشتن، یکیش معلوم بود که بیمارستان یا حکیم خانه بود، یکی اورفنج هاوس بود که برای بچه های تک تنها بود. بسیار سیویلایز و چه خدمتی کردن به آرشیتکتی ایران. و اون گنبد دو پوستی که توی برولنسکی مصرف کرده توی فلورانس، انقدر بشه افتخار میکنن شاید از ایران گرفته شده. خیلی ممنون.